خودش رو داره. در یک موضوع مشخصی به هر حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست، این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه‌ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اونچه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. در مورد آخرین مذاکرات بین ایران و عمان آخرین خبرها رو می‌خواید؟ مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته، ما میتونم بگم در مراحل پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه‌ها منتقل شد. پس کارکرد این توافق با عمان چیه؟